ҷамшеди 12-солаи сокини Душанбе як соли ахир ба ҷамъоварии партовҳои пластикӣ машғул аст. ҳарчанд даромади зиёде аз фурӯши он ба даст намеорад, вале бо он пул ба ниёзҳои худу хонаводаашон расидагӣ мекунад. Сар мехезим дастум амешум, чой мамехирум, мехезим миём жилмасра мечинум, мебарам мефурӯшум, садбарга бо миём мечинум, меругон гипразенам хеле ҷо мерам. Донаша 10 дирами. پول جمع کردیم همه برام لباس مکتبی میخرم. پدری جمشید در روسیه در مهاجرت مهنتی است. مادرش در کوچه با فروش دانه افتوپرست و قرود مشغول است. حالا که مکتب بچه‌ها تعطیلی تابستانه دارند، جمشید میگوید هیچ وقت استراحت نکرده است. حتی وقتی درس هم با جمع آوری پلاستیک مشغول میشده است. شونکام در پشت میکنم سلافان همه گرفتم یا لینچم میومم در جست میگشتم با کلاشکار همه چیندم. من میرفتم درس با بعد درس میخواستم میومم. معلمان از باکلاشکا جمع کردن جمشید آگاه نبودند. این کار برای او مشکلاتی خود را دارد. خیلی میشه بعضی وقت خینده مشت کنم میشنونم تا بعضی وقت آسونده. من که کودکان مزاقمون میکنن. میگه بیایه نونی قاقشون بتنی هستمشون خیر کنید. درآمد یک روزه جمشید از جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی تا 30 سومانی بوده است. مثل او در کوچه و خیابان و بازارهای دوشنبه شماری زیادی کودکان مشغول کاری و مثل جمع‌آوری باکلاشکا، بارکشانی، فروش آب و خلطه‌های پلاستیکی و آروبکشی اند. آنها را ناداری و درآمد کمی عائله به این کار مجبور کرده است. با این وجود هر یکی آنها در دل آرزوهای خود را دارند که باز هم به فقر و ناداری برمیگردند. کلانشم چی میشم؟ ملیسا. من دایش معقوله که نه بعضی ملیسا میبینن من ملیسا میگه خیرات میکنن یگانسم میتن خوبیاشون. بر اساس آمارهای رسمی 2 سال پیش در تاجیکستان بیشتر از 125,000 کودکان زیر سن 18 کار میکردند. 116,000 آن کودکان دهات بودند که اساساً به کارهای صحرا مشغولند. سازمان‌های حامی حقوق انسان بارها از تاجیکستان طلب کردند که از کارهای وزنین کودکان جلوگیری کنند. قانونگذاری تاجیکستان نیز استفاده از مهنت کودکان را منع کرده است.